میدونستی بعضی از اشتباهات ساده تو مصرف داروها میتونه دردسرساز بشه؟ من سارای رهبری هستم از داروخونه دکتر سپیده گنبری. بیا ببین این 3 تا اشتباه رو تو هم انجام دادی یا نه؟ اولیش قطع کردن آنتیبیوتیک وقتی حالمون بهتر شد. نه، لطفاً دوره درمان رو کامل کن، چون با این کار باعث مقاومت دارویی بدن میشی. دومیش خوردن قرص آهن با شیر یا قهوه. اشتباهه، چون با این کار جذب آهن رو نصف میکنی. پس بهتره با یه لیوان آب ساده مصرف بشه. سومین مورد خوردن دارو با نوشابه یا آب میوه. نه لطفاً، چون بعضی از این داروها با این نوشیدنی ها واکنش میدن. پس بهتره که با همون آب ساده مصرف بشه. کدوم از این اشتباه ها رو تا حالا انجام دادی؟ تو کامنت ها برام بنویس. اگر از ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن و به دوستاتم بفرست.